سلام بچه، خیلی خوش اومدین به این ویدیو. من رادانم، امیدوارم که حالتون خیلی خیلی خوب باشه. امروز اومدیم با یه ایستر اگ و راز دیگه از بازی محبوب رد دد ردمپشن 2، مکانی که خودتون واسه ما ارسال کردین و یه ویدیو خیلی خفن. امروز حتما تا آخر ویدیو با ما همراه باشین و دمتون گرم بچه ها واسه حمایت از من. همین الان این ویدیو رو یه لایکی بزنین، شاید یه ثانیه واسه شما طول نکشه، واسه من خیلی با ارزشه. یعنی دمتون گرم بچه‌هایی که کامنت میذارن، لایک میکنن، واقعا نوکرتونم. حالا دوستم نداشتین بچه‌هایی که لایک هم نکردن، هم فدای سرتون، اشکال نداره. خب بچه‌ها، طبیعت رو نگاه کنین، رعد و برقی که میزنه واقعا خیلی قشنگه تو این بازی. این بازی بی‌نظیر. بچه‌ها توی اینستاگرام یکی از شماها واسه من این مکان رو فرستادین که قراره امروز بریم بررسیش کنیم. حتما داخل این اینستاگرام من که این زیر میذارم مکان‌ها و رازهای عجیبی که پیدا کردین توی بازی رد دد ردمپشن 2 رو حتما واسم بفرستین. من داخل کانالم فقط از بازی‌های راکستار واسه شما ویدیو میسازم. خب بریم حالا سراغ این ویدیو. Pull up in the heat, no maps, just instinct. Palm on the wheel, eyes on the next thing. Smoke on the tires, mud on the floor. You talk. این مکانی که اینجا ما قراره بیایم اسمش کلیسای قدسه. وقتی وارد این کلیسا میشین میبینین که یه نفر داره جنازه ها رو، اولش میبینین یه گودال پر از جنازه و خیلی تعجب آوره که این وقت شب این آقا داره چی کار میکنه. میبینین که یه نفر داره یه جنازه رو میکشه که بندازه داخل همین گوداله و بهتون میگه نه، یا این جنازه ها مشکل دارن، این جنازه ها خطرناکن، امن نیستن. What's wrong with him? Aside from being dead. وقتی با ایشون صحبت میکنیم به شما میگه که توی شهر آرمادیلو یه بیماری کشنده و خطرناکی اومده به اسم طاعون یا وبا و میگه بیشتر مردم یا این بیماری رو گرفتن که مردن، هر کی میگه این بیماری رو بگیره کشته میشه، و یا هم فرار کردن. شهر تقریبا خالیه که شما اگه یه سر بزنی به شهر آرمادیلو متوجه حرف ایشون میشی که بیشترشون جنازه هاشون رو زمین افتاده یا شهر خالیه. و میگه که مردم از من خواستن که این کار رو انجام بدم تا جلوی پخش شدن این ویروس کشنده رو بگیرم. بعد میگه که درسته که خطرناکه، این کاری که من دارم انجام میدم خطرناکه، ولی پول خیلی خوبی داره. میبینین قشنگ جزئیاتی که و ما اینجا ماسکم میزنیم تا این بیماری رو نگیریم. کلا راکستار تو این ایستر اگ‌ها خیلی محبوبه، یعنی یه سری رازها رو توی داخل بازی پنهان میکنه که ما رو کنجکاو میکنه که داخل شهر رو بگردیم که ببینیم کجا چه رازی وجود داره و اینا. و بچه ها حتما هم واسه من بفرستین که توی بهتون گفتم فکر کنم اول ویدیو توی این اینستاگرام بفرستین که حتما من ویدیوها رو بسازم. هر جا که میبینین یه ایستر اگی وجود داره واسه هم ارسال کنین که من اون ویدیو رو بسازم. و هر روز ما تقریبا ویدیو داریم از بازی رد دد ردمپشن 2 و 2 ماه دیگه هم بازی جی تی 6 میاد. حالا 2 ماه و نیم دیگه بازی جی تی 6 میاد و ما از جی تی 6 100% ساپورت میکنیم. من بازیشو پیش خرید کردم، حتما پس چنل رو داشته باشین
که گم نکنین دیگه. خلاصه ما هستیم و واسه شما ویدیوها رو میسازیم. کمتر از 72 ساعت دیگه هم تریلر سوم بازی جی تی 6 میاد. من تلگرام و این پایین واسه شما توی کامنتام میذارم. نمیتونم توضیح بدم واضح، ولی خب ساعت 10:30 شب روز پنجشنبه میاد، 5 شهریور، و شما باید انگار اکانت نتفلیکس رو خریداری کنین که 10:30 شب زودتر ببینین و فکر کنم 6 ساعت بعدش هم ویدیو همون تریلر داخل خود یوتیوب راکستار گذاشته میشه که حتما بچه ها تلگرام رو داشته باشین، چون ایرانی جماعت باخت نمیده. حالا خودتون متوجه بشین چرا. عجب جزئیاتی داره این سوختگی های روی صورتش. دمتون گرم بچه‌ها، تا اینجای ویدیو همراه من بودین. اگه تا اینجای ویدیو رو لایک نکردین حتما لایکش کنین. نقشه هم بهتون نشون میدم الان و چنل منم ساب داشته باشین، چون من فقط داخل کانالم فقط و فقط از بازی‌های راکستار واسه شما ویدیو میسازم. دوستتون دارم، مراقب خودتون باشین. آتیشش جزئیاتی داره. مراقب خودتون باشین تا یه ویدیوی دیگه. فعلا خدا نگهدارتون.